در دوره تینج و امون زندگی می کردیم. در سالهای 92 با اشتراک همین نهضتی ها جنگ برادرکش سر زد. تمام بچه های محله ما 200 بچه محله ما دور شد. یکی از اون مادرای فرزند گم کرده و شوهر گم کرده من می باشم که شوهر من 35 ساله کشته شد. من با 2 فرزند خود موندم. خدا را شکرانه همین دولت آزاد تینجی و امونی 100 بار شکرانه استقلالیت میکنیم. 29 سال از حیات شیرین داریم. انا باز هست آدم های همین نهضت و تاجیکستان گلگشکفان ما سنگ میپرتویند. یکی از همین نهضتی های خونخوری که همین جنگ برادرکش رو تشکیل کردن صدرالدین قلندر و محمد اقبال صدرالدین می باشد. میگذار این خانه کلانی با حشمه داشته، این خانه آبادی که این حولی کلانی شد بوده است که با اجاره شی داشته است. از حکومت تاجیکستان همین رو التماس و خواهش میکنم که همین خانه به کار استوده، به صاحب استوده هم اجراش گشته است. همین خانه رو یا بنگاه طبی کنن یا که یگان باغچه بچگان کنن